اگه مثل هر آدم دیگه تو زندگیت دلت میخواد به انتهای مسیرت برسی، باید از همون لحظه‌ای که سناریوشو تو ذهنت میچینی و از همون لحظه‌ای که قدم اول واسش برمیداری کاملا توجیه باشی واسه چی داری تلاش میکنی و اصلا چرا پا تو این راه گذاشتی. باید تو قلبت دلیل محکم واسه به دست آوردنش داشته باشی تا بتونی تو روزای سختش دووم بیاری و خودتو هر طوری که شده به آخر خط برسونی. جالب اینجاست که خیلی از آدما رسیدن به قله رو دوست دارن ولی انگاری از روند کار متنفرن. واسه همین تو هیچ وقت آدمای زیادی رو نوک قله نمیبینی و طبق معمول اون پایینه که همیشه شلوغه. میدونی باید واقعا عاشق هدفت باشی، هم عاشق خودش و هم عاشق مسیری که تو رو بهش میرسونه. و خب وقتی شروع میکنی با این روش میای جلو، فکر میکنی چه اتفاقی واسط میافته. آها، هیچ مانعی نمیتونه متوقفت کنه. اونی که نمیدونه انتهای این مسیر چی در انتظارشه، اونه که نیمه کار رهاش میکنه. اونی که نمیدونه هر قدمشو داره واسه چی برمیداره، اونه که میزنه تو جاده خاکی و ناامید میشه. اونی که براش مهم نیست آینده از چه جنسی باشه، اونه که قراره حسرتوی آخر عمری حسابی گریبان گیرش بشه. البته که تصمیم گیرنده نهایی خودتی، فقط پیشنهادم اینه که یه وقت کم نداری واسش.